امروز هم قصد داریم که مثل همیشه راجع به پشت پرده های اخبارهای دروغ بخش خبری 23 با شما صحبت بکنیم. بخش خبری 23 که به عنوان پربیننده ترین بخش خبری صدا و سیما ایران شناخته میشه، دروغ‌هاشو برای شما در بیاریم و اینکه یه سری اخبار پوششی که بخش خبری 23 میده. امشب هم یه سری اسناد و مدارکی راجع به کنوانسیون دریای خزر بود، ویدیوهای مختلف، صحبت‌های آقای محسنی ایجی، اسناد و مدارکی که از نماینده مجلس به وجود اومد و آمار و ارقامی که به دروغ به خورد مردم میدن و امثال اینها که خبرهایی هستن که صدا و سیما اونجوری که خودش دوست داره خبر به مردم میگه، نه اونجوری که باید واقعیت اتفاق بیفته، نه اونجوری که وظیفه یک رسانه هستش و صدا و سیما که باید عدالت رو در رسانش رعایت بکنه، باید صداقت رو داشته باشه که ما عملا نمیبینیم و همه اینها رو امروز تحلیل میکنیم. قبل از هر چیزی لطفاً کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب بکنید، دنبال بکنید، لطفاً ویدیوها رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید که یکم سواد رسانه‌ایشون بالا بره، چون متاسفانه تا وقتی که ما سواد رسانه‌ایمون بالا نره نمیتونیم متوجه بشیم که کدوم خبر درست هست، کدوم خبر غلط هست و چه واکنشی رو در مقابل اخبار باید نشون بدیم. و اگر ما سواد رسانه‌مون بالا بره میتونیم آینده رو هم طبق اخباری که هستش پیش بینی بکنیم. امروز من چون ویدیو رو به صورت لایو ضبط کردم متاسفانه چند جا ویدیو قطع شد، چون داشتم از طریق اینترنت ضبط میکردم. ببخشید اگر چند جا اگر قطع شد یا تصاویر پرش داشت، ولی خب سعی کردم که جوری ویدیوها رو دور هم دیگه بچینم که اتفاقات عجیب و غریبی نیفته و لپ مطلب ادا بشه. خب امروز آغاز میکنیم بخش خبری 21 مرداد 1397، تحلیل های دروغش. تعیین تکلیف نظام حقوقی خزر بعد از 21 سال مذاکره. خب داستان از این قرار هستش که تو روزهای گذشته خبری در رسانه ها پیچید که آره دریای خزر داره واگذار میشه، قرارداد ترکمنچای دیگه ای داره میاد. ما یک ویدیو هم منتشر کردیم و اونجوری که در نقشه هستش 5 کشور مرز اصطلاحا رسمی دارن با دریای خزر یا همون کاسپیان، آذربایجان، روسیه، قزاقستان و ترکمنستان. ما در ویدیو اومدیم گفتیم که همه این کشورها باید حق درصد مساوی داشته باشن، هر کدوم 20%، اما بسیار از دوستان اومدن نظر دادن گفتن که نه، چون قرارداد مربوط هستش به قرارداد شوروی سابق و همه این 4 کشور اصطلاحا شوروی سابق بودن، باید 50% سهم آب داشته باشن و ایران هم به عنوان تنها کشوری که باقی مونده و تیکه تیکه نشده باید 50% سهام ببره، نه اینکه 5 کشور 20%. اما خب طبق کنوانسیون های مرزبندی اینجوری مشخص شده که باید هر کشوری 20% ببره. حالا ما بیشتر با اون کاری نداریم، بیشتر با پشت پرده هاش کار داریم که اصلا چی شد یهو این خبر اومد بیرون و داره چه اتفاقاتی میفته. یک ویدیوی در حد 1 دقیقه هم هست که صحبت شده راجع به این قضیه و امروز به همه اونها میپردازیم. خب ببینیم که 23 چه خبری رو به خورد مردم میده. رئیس جمهور امروز به آکتائوی قزاقستان رفت تا همراه سران 4 کشور ساحلی دیگه خزر، یعنی جمهوری آذربایجان، ترکمنستان، روسیه و قزاقستان، کنوانسیون نظام حقوقی بزرگترین دریاچه دنیا رو امضا کنه. این کنوانسیون چارچوب‌های کلی همکاری و اصول اساسی مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر رو ترسیم کرده. میگه که این کنوانسیون میخواد رژیم حقوقی دریای خزر رو تنظیم بکنه بعد از 21 سال. یعنی سوال اولی که پیش میاد این هستش که یعنی تو 21 سال گذشته اصلا همچین چیزی نبوده؟ یعنی ما تو این 21 سال داشتیم چیکار میکردیم تو دریای خزر و چه امتیازاتی داشته رد و بدل میشده؟ که حالا ادامه بدیم ببینیم چی میگه. رؤسای جمهور 5 کشور ساحلی بعد از امضای این سند حقوقی در بیانیه مشترکی تصریح کردند تهیه پیشنویس موافقتنامه مربوط به تعیین خط مبدأ ساحلی و حدود بستر و زیر بستر جزو اولویت‌هایی که حالا بعد از امضای این کنوانسیون بررسی میشه. تازه ببینید بعد از امضای این کنوانسیون میخواد بررسی بشه. بریم یک ویدیو 1 دقیقه‌ای که اومد بیرون رو گوش بدیم. مثل حرفای جالبی میزنه، البته گوینده شکم عصبی بنده خدا، ولی خب گوش بدید حرفای جالبی میزنه. خودتو نگاه کنید، این سهم واقعی ماست. این چیزیه که بشین با دقت بخونید. اون خط نگاه میکنید دور نقشه ایران، میبینید اصلا عمق نداره. میبینید مثلا بین حتی ترکمنستان و آذربایجان چقدر بیشتر از ما هستن. منظورشون این نقشه های اینجا هست دیگه، میبینید که داره یکم چون تصاویر بی‌کیفیت من مجبورم با موس نشون بدم. خب بعد این چه عمقی داره. برید سراغ قزاقستان، میبینید چه خبره. از همه بیشتر قزاقستان رو برد، از همه بیشتر قزاقستان برده. چرا؟
چون بمب اتم داره، چون قدرت داره. و بعد اون روسیه. و روسیه چرا به ظاهرا از این دسته کمتر چیز رو قانع شده؟ چون پایپلاین ها مال روسیه است، چون پورسانت اصلی روسیه میگیره. این هم بعید نیست، خیلی در رسانه ها این قضیه مطرح شده بود. حالا سهم ما نگاه کنید، سهم 50% ما به این بدل شده، چیزی حدود 11%. به اشکال نداره همین 11%. آیا از شما از فردا پس فردا میتونید مثل ترکمنستان، مثل آذربایجان اینجا اویلون استخراج بکنید از همین 11%تون؟ بحث ما اینه. آره دیگه، حرف قشنگی زد. میگفتش که ما اگه این 20% هم نباشه، 50% هم نباشه، 11% باشه، آیا ما میتونیم، حالا اویرون گفته میتونیم نفت و گاز رو استخراج بکنیم در این دریا؟ یعنی سوال اینجا هستش که هیچ کدوم از مفاد قراردادی که امروز امضا شد حتی رسانه‌ای نشده و گفتن تازه می‌خوایم بررسی بکنیم. حتی رسانه نمیاد اینو طرح سوال بکنه که بله اینو امضا کردید، خب بیاد برید مفاد رو به مردم بگید. مگه بخش خبری 23 یک بخش خبری انتقادی نیست؟ مگه نباید سوالات مردم رو جواب بده؟ بعد بیاد توضیح بده که این مفاد قراردادی یا مفادی که امضا شده چی بوده؟ گوش بدید ببینید چی میگه. همزمان با امضای کنوانسیون نظام حقوقی خزر، ایران اعلامیه تفصیلی درباره این کنوانسیون داد و اعلام کرده در کنوانسیون به وضعیت ویژه ساحل ایران توجه شده و روش ترسیم خطوط مبدأ مستقیم باید در توافقنامه جداگانه‌ای معین بشه. ببین فقط گفته که ساحل ایران. خب ساحل ایران خب مشخصه دیگه، در اختیار ایران. میشه ساحل ایران در اختیار روسیه باشه؟ خب ببینید راجع چه چیزایی رو خبر 23 پروموت میکنه. مثلا 3 ساعت جلسه بود، حالا یه تیکه جلوتر میبینیم 3 ساعت جلسه بوده، یه تیکه از صحبت‌های روحانی رو میاد پخش میکنه که چرت‌ترین تیکه صحبت‌های روحانی. گوش بدید. رئیس جمهور هم در نشست خبری مشترک با همتایانش بر این نکته تاکید دوباره داشت. ببین کدوم تیکه رو میاد جدا میکنه. گوش بدید. مبدأ را در این کنوانسیون مشخص نکردیم، اما تصریح کردیم برای کشورهایی که دارای ویژگی خاصی سواحل اونها هست و مضرس نیست، اونها باید از ویژگی خاصی برخوردار باشند که مقصود سواحل جمهوری اسلامی ایران است. داستان از این قرار هستش. ببینید چون در روزها و ماهای گذشته حملات نظامی رو توی میز خودشون دارن کشورهای مختلفی از جمله امریکا، ایران یک سوپاپ اطمینان تو تنگه هرمز داره و از مرز دریای پایین میدونه که میتونه حرکتی بکنه. اما در مرز دریایی بالا، مرز آبی پایین، من اشتباه گفتم هوایی احتمالاً، مرز آبی پایین همون تنگه هرمز میتونه حالا حرکتی بزنه. اما در مرز آبی بالا که دریای خزر یا همون کاسپیان هست، اینها میخوان بگن که آره 50% این دریاچه در اختیار، یا این دریا در اختیار روسیه هستش و اگر بخواد آمریکا حمله بکنه ما میذاریم دهنش رو با همکاری روسیه سرویس میکنیم. و اینها همش جنگ‌های رسانه‌ای و جنگ‌های زرگری. از روز اولی که این خبر اومد بیرون که آقا دارن نفت و من سالیان سال داره الان استخراج میشه، این قضیه استخراج نفت و گاز و استفاده های بهینه از دریای خزر. من اتفاقا امروز یه ویدیویی رو دیدم، ما اگه ارزه داشتیم تو دریای خزر، اون ناوشکن دماوندی که داشتیم غرق نمیشد. گوش بدید، حالا اینم جالبه ببینید که ناوشکن دماوندی که یادتونه همین تترم رفت روی ناوشکن خوند، غرق شد تو دریای خزر. بله گوش بدید. دریای خورده به سنگ یا ابوالفضل، خدا خودش کمک کنه. کلا سیستم داخل ایران هم همینه دیگه، یا ابوالفضل یا قمر بنی هاشم. یعنی ما یه حرکتی میزنیم دایورت میکنیم روی ائمه که اونها کمکمون بکنن. یعنی سیستمی به اسم علم و تجارت و اینا نیست. شما نیست که سمتا رو با لیاقت خودمون میگیریم در پست‌های بالا، هیچ کدوم من فاضل آبزاده آقازاده نیستیم. یه اتفاقی که میفته میگیم یا خدا خودت کمک کن. ببینید بعدش هم که خبر رسید که این ناوشکن به صورت کامل غرق شده، اونم هزینه هم که کردن هیچی دیگه، رفت رو هوا. ببینید ما یه ارزه داشته باشیم، ساحلمون رو تمیز میکنیم، این ناوشکنایی که اونجا داریم رو حفظ میکنیم. حالا ناوشکن زیاد اونجا غرق شده، حالا یکی اصطلاحاً خبرش اومد بیرون.
حالا ببینیم کدوم تیکه از بین چرت این صحبت ها و تیکه ها رو صدا و سیما ورشته پلی کرده و مردم گذاشته. گوش بدید. و همچنین در این سند برای ما مبانی و پایه‌هایی رو که بر اون مبانی سهم هر کشور در آینده از این دریا مشخص بشه. یعنی توی این 21 سال گذشته سهممون مشخص نبوده، الان تازه میخواد مشخص بشه. خب سهم در بستر و سهم در زیر بستر، یعنی قبلا نبوده اینا. این کنوانسیون مبنای خوبی است که ما بتوانیم 5 کشور همچنان به فعالیت خودمون برای دست یافتن به آخرین نقاط برای مسائل حقوقی که مد همه ما هست. رئیس جمهور امنیت دریای خزر را از دستاوردهای مهم این کنوانسیون دونه. اصلا کل این کنوانسیون همون امنیتش بوده، بقیهش چرت بوده، چون تا قبلا هم همین بوده. اصل داستان اینه. و تاکید کرد نهایی شدن این سند منوط به پذیرش اون در مجلس شورای اسلامیه. این که به صراحت همه متفقن. این یه تیکش جالبه، به صراحت. اینجا شما کنید انگار مثلا چه چیز مهمی رو کشف کرد که میگه صراحت اگه شما داشتید میگفتی فک و فامیلات چه سمتایی رو تو دولت گرفتن. خب اعلام کردیم دریای خزر تعلق به 5 کشور دارد. صراحت گفت 5 کشور. ما مگه قبلا میگفتیم دریای خزر متعلق به 50 کشور؟ خب همه میدونستیم متعلق به 5 کشوره. پس ببینید چقدر چیز چرتی رو صدا ما جدا میکنه برای مردم. خب و بس اینکه به صراحت اعلام کردیم هیچ نیروی خارجی و هیچ ناور خارجی در دریای خزر شناور نظامی رفت و آمد بکنه. مسئولمون شناورای نظامی، خب یه لپ مطلب همش همین بود، همش بحث نظامی بوده. خب و امنیت این دریا منحصرا در اختیار 5 کشوره. مگه باید در اختیار کشور دیگه ای هم باشه؟ این که امروز در این سند تصریح کردیم بر این که سرزمین هیچ کشور دریای خزر نمیتونه علیه کشور ساحلی دیگر مورد بهره برداری قرار بگیره. خب مگه قبل از اینم این اتفاق افتاده بوده؟ مگه این اتفاق افتاده بوده که مورد بهره برداری قرار میگیره؟ یکم این صحبتای آقای روحانی مشکوکه، انگار قبلا این اتفاقات میافتاده که این آدم داره راجعش صحبت میکنه. خب این به معنای تثبیت امنیت دریای خزر بود. این 5مین اجلاس سران کشورهای ساحلی خزر بود و 6 سند همکاری‌های راهبردی و اقتصادی دیگه هم بین کشورها درباره حمل و نقل، همکاری‌های تجاری، پیشگیری از حوادث، مبارزه با تروریسم و مرزبانی در دریای خزر امضا شد. حالا ببینیم که این سندها رو کی رسانه‌ای میکنن. فقط میرن امضا میکنن، خدا میدونه چه امتیازاتی واگذار شده، چه امتیازاتی گرفته شده. اگه شفافیت وجود داشت، اگر رسانه واقعا رسانه بود، میادن به مردم میگفت آقا این سندها چیه، رسانه‌ای بکنید برای مردم. رئیس جمهور در حاشیه حضورش در این اجلاس ملاقات‌هایی هم با رؤسای جمهور روسیه و قزاقستان داشت. آقای روحانی در دیدارش با پوتین گفت همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه ایران و روسیه در مسائل مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی از جمله در زمینه امنیت منطقه‌ای و مبارزه با تروریسم داعش در سوریه آثار مثبتی در منطقه به دنبال داشته و باید این همکاری‌ها تا ریشه‌کنی کامل تروریسم ادامه پیدا کنه. مطمئن باشید که این دیدار یک دیداری هستش، حالا چون صداستون رو رسانش کرده، مطمئن باشید در روزهای آینده واکنش امریکا رو به همراه خواهد داشت. یعنی شما شک نکنید که امریکا یه واکنش نشون میده و اتفاق عجیب و غریبی میفته، چون هر موقع ایران با روسیه دیدار میکنه اتفاقات عجیب و غریب میفته. اینا هم میگن که پشت پرده بدونید. رئیس جمهور روسیه هم با اشاره به ضرورت تلاش در راستای حفظ و استحکام برجام پس از خروج یکجانبه آمریکا از این توافق بر ادامه رایزنی‌ها و همکاری مسئولان دو کشور درباره حل و فصل مسائل و موضوعات مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد. قطعاً برای روسیه سود داره این قضیه که اگر خارج بشه از آمریکا، خارج بشه از برجام، چون روسیه داره امتیاز میگیره از ایران، هم توی بحث‌های هستی هم توی سایر بحث‌ها.
سرشماری اخلالگران اقتصادی در 129مین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا. این هم جالبه دیگه. امروز مباحث مختلفی مطرح شد، از جمله اینکه راجع پسر نوبخت گفته شد که با اسلحه گرفتنش. این نشست خبری بیشتر جنبه نمایشی داره، چون نه اسم کسی رو میارن نه حرف از کسی میزنن. بعد میگن آقا داریم بررسی میکنیم، 67 نفر گرفتیم، 57 تا پرونده باز شده، 558 نفر تحت نظرن، 270 نفر، اصلا عددهای عجیب و غریب. ولی هیچ وقت نه اسمی میگن، نه میگن طرف کی بوده، نه میگن کجا بوده و نه میگن که داره چه اتفاقاتی میفته. تا به امروز اونچه که به من نقل کردن 67 نفر از این افراد متخلف و مجرم یا متهم حداقل بگیم دستگیر شدن. 67 نفر گرفته شدن، دستگیر شدن. خب اسمشون چیه؟ شما سخنگوی دستگاه قضا، خب ما هم میدونیم. من همین الان میگم آقا 570 نفر رو گرفتن. هنر نیست، اسم باید بدید. وقتی ندید میشه یه سری خبرسازی. ببینید یه سری تکنیک ها هست در عالم رسانه که میان خبرسازی میکنن. مثلا شما وزیر اطلاعات رو داری، نمیدونم رئیس صدا و سیما هم هست، میرن یه جلسه پشت درهای بسته میذارن، بعد میگن خب امروز بگیم که سربازان گمنام امام زمان 50 نفر از مثلا نیروهای فلانجا رو کشتن. حالا نکشتن به خاطر اینکه مثلا بخوام خبر ساخته بشه، صدا سیما اعلام میکنه، نه مردم میفهمن کی بوده، نه میدونن کجا بوده، نه میدونن برای چی بوده، فقط میگن او دمشون گرم چقدر قدرت. به اینا میگن خبرهای ساختگی پوششی. از این نوع خبرهای ساختگی پوششی ما زیاد داریم در صدا و سیما. بازداشت هستن، تعدادی هم البته از اونها تحقیق شده، با قرار تامین مناسب آزاد شدن. بیش از 100 نفر تا به امروز از افراد مختلف، اهم از افراد کارمند دولت و غیر دولت، صاحب سمت و صاحب منصب و غیره ممنوع خروج شدن. 100 نفر هم ممنوع خروج شدن. یعنی شما حساب بکنید که خدا میدونه این 100 نفر کیا هستن، چی بودن، کی بودن، که تازه پست دولتی داشتن. مطمئن باشید پست دولتی معمولی هم نداشتن ها. یعنی یا آقازاده بودن، یا فاضل آبزاده بودن، یا نکبت زاده بودن، یا یه چیزی بودن. چون آدم عادی تو دستگاه دولتی داری نمیتونه ران طلبی بکنن. 100 تا فاسد هم اینجا معرفی کرد. خب و تا به امروز 25 نفر براشون کیفرخواست صادر شده. البته 25 پرونده که 26 نفر هستن کیفرخواست براشون صادر شده، برای دادگاه رفته. اژه‌ای درباره خبر احضار یا بازداشت رئیس سابق حراست بانک مرکزی هم اینطور توضیح داد. فرض این فرد احضار شده، ازش تحقیق شده، اما منجر به بازداشت شده یا نه الان دیگه از جلسه که میریم بیرون من مطلع میشم. الان باید بپرسیم میریم به کجا رسید. یعنی شما نمیدونیم که مثلا طرف احضار شده یا دستگیر شده یا نشده. شما قبلش میدونید دیگه اینا طرف با لباس شخصی تو گونی میبرن یا نمیبرن. اما سوال تکمیلی خبرنگارا برای بیرون اومدن از ساختمان شیشه‌ای میرداماد، احضار رئیس سابق بانک مرکزی در دستور کاره؟ تا این لحظه که من خبر دارم نه. در صورتی که تو خبرها اومده آقای سیف قراره که بازداشتن بشه. وقتی هر چیزی اینا میگن نه، شما یقین داشته باشید یعنی بله 100%. این چیزی هنوز به اونجا نرسیده، پرونده که نیاز به احضار و به طور طبیعی خب تا احضار هم نشه و تحقیقات نشه که اصلا بازداشت اینا معنا نداره. تا الان نه، که این چیزی هنوز به اونجا نرسید. در صورتی که گفتم دیگه مطمئن باشید در روزهای آینده آقای سیف بازداشت خواهد شد، یا فرار میکنه از کشور یا بازداشت میشه. منتظر باشید. پرونده تخلفات ثبت سفارش غیرقانونی خودرو و ویراژ خودروهایی که با ارز دولتی وارد شدن و گرونتر به دست مشتری رسیدن هم خبرساز شد. سخنگوی دستگاه قضا میگه در این پرونده معاون وزیر صنعت احضار و ازش تحقیق شده اما بازداشت نشده. خبرنگارا صحت و سقم خبر منتشر شده درباره گم شدن 9 میلیارد دلار رو هم از سخنگوی دستگاه قضا پیگیر شدن و اینطور شنیدن. قطعا الان ماسمالی میکنه، میگه نه نبوده نشده، درست مثل همون دکلی که اصلا معلوم نشد که کی زد اون دکل رو برد خورد که گفتن دکل گم شده و از این پولها کلا زیاد خورده میشه و ماسمالی ها زیاد اتفاق میفته. خب ببینیم چی میگه. بله، آقای یوسفیان ملا که نماینده محترم مجلس هستن، آدم فعالی هم هستش. آقای یوسفیان ملا نماینده مجلس رو میگه که میگه آدم فعالی هست. چه ویژگی راجع بهش میگه سخنگوی دستگاه قضا؟ خب انصافا فعال هست، دنبال این هستش که بالاخره مفاسد رو دنبال کنه.
اون مقداری که ما از کنار بر میشنویم. مفاسد رو هم دنبال بکنه. خب این آقای یوسفیان ملا بد نیست شما بشناسیدش. آقای یوسفیان ملا کسی که دخترش با رانت و لابی اومد شد استخدام توی وزارت نقل. حالا ببینید گوش بدید موضوع. خانم زهره یوسفیان ملا دختر خانم همین آقای یوسفیان ملا نماینده مردم آمل هم هست. متقاضی انتقال به پژوهشگاه به احترام به بازگشت به نوشت جناب عالی نامه فلان مورخ فلان رئیس محترم فلان دستور دادن که مقام عالی وزارت نامه جناب آقای دکتر یوسفیان ملا نماینده محترم مردم عامل در مجلس اسلامی را اقدامات لازم را در خصوص ماموریت 1 ساله و سپس انتقال دائم نام برده به محل مورد تقاضا به عمل آید و نتیجه به این معاونت اعلام شود. ببینید اینا رانت و لابیایی هستش که آقای یوسفیان ملا برای فک فامیل خودش میزنه. بعدش هم اومد تو تلویزیون به آقای رشیدپور اینجوری پاسخ داد. گوش بدید ببینید آقای یوسفیان ملایی که میگن دنبال اینه که فساد اینا جلوش گرفته بشه. آقای یوسفیان ملا همون کسی بود که اومد گفتش که 9000 میلیارد دلار هم چقدر گم شده اصلا توی ایران، عددش انقدر گنده بود آدم یادش میره. ببین چی گفته آقای بیژن نامدار زنگره وزیر نفت اومده پشت خط و آقای رشیدپور راجع به این نامه که رانت شده صحبت میکنه. دیروز یه نامه بود شما گفتید آدم سفارش پذیری نیستین، ولی این نامه مربوط به بدنه وزارت نفت بود و سفارش پذیری رو نشون میداد. توضیح خاصی دارین راجع به اون نامه؟ والا اون یک خانومی است که پی اچ دی داره. ببین وزیرم چجور ماسمالی میکنه، میگه اون خانومی بود پی اچ دی داشت و چون پی اچ دی داشت شرایط خاصش. بالا ما من خودم دور اطراف خودم 100 تا 200 تا پی اچ دی دارم، کسایی که رفیقا من یا دکترا دارن اما وضعیتی مشابه دختر وزیر ندارن. خب حالا ببین چی میگه. یعنی ما در مورد کلا در کشور برای استخدام کسانی که پی اچ یا دکتری دارن با اونایی که لیسانس و فوق لیسانس دارن کل ضوابطش فرق میکنه. ضوابط برای لیسانس و فوق لیسانس امتحان سراسری و آزمون عمومیه، ولی برای پی اچ دی اینجور چیزی نیست. قطعا آدمایی که تحصیلات پی اچ دی و دکترا دارن ویدیو منو میبینن و میتونن کامنت بذارن و حرف منو تایید بکنن که در سیستم داخل ایران جز پارتی بازی هیچ چیز دیگه معنا پیدا نمیکنه. یعنی اگر این عجیب غریبی نیست که با مثلا استخدام عرض کنم یه تعدادی از افرادی که لیسانس دارن مقایسه بشه. یا من دیدم مثلا گفته بودن چرا نماینده ها رو استخدام کردیم. نماینده ها اکثرا مأمور بودن، به تعداد نماینده هم نبودن، نمایندگان ادوار بودن. خب آقای مهندس زنگنی یعنی این البته نامه هم که صدا سیما پخش می‌کنه دیگه نامه اومد بیرون دیگه، نامه اصل نامه است. من موندم که چرا اینا رو مثلا شطرنجی کرده اینجا رو، نماینده مردم محترم فلانجا رو هم شطرنجی کرده. من نمیدونم مثلا کشته مرده صداقت صدا سیما. خب اگر ایشون دختر یک نماینده مجلس نبودن و اون نماینده مجلس هم به شما نامه نمی نوشت باز هم ممکن بود که بله اگر شایستگی داشته باشه مخالفتی نیست. منتها اون نامه‌هایی رو که من برای اونا نوشتم که نمیان توی شبکه‌های مجازی بذارن. بله دیگه نام آقای یوسفیان ملا بود. اینجا ببینید ما یه چیزی داریم در خبر به اسم بک‌گراند خبر. وقتی شما یه خبر رو منتشر می‌کنی بعد به بیننده یه سری دیتاها از گذشته یه شخصی که مثلا داره راجعش صورت میگیره که خبر راجعش داره گفته میشه مثلا یوسفیان ملا، بیننده بدید چرا این دیتایی که من الان دادم صدا سیما نمیده که آقا یوسفیان ملا برای دخترش پارتی بازی کرده. خب ببین چی میگه. و وقت خواستن دادستان جوانشون رو خواست، گفتن آقا شما این مسئله گفتید مستندتون چیه، مطلبتون چیه. قرارم از این به بعدم هر کی حرفی میزنه خلاص اینجوریه که حرف بزنه و بره. حرف که میزنن بگن خب دلیلتون چیست، مدرکتون چیست. قبل از این مگه شما هر کسی حرف میزد دنبال سند مدرک بودید؟ اون چیزی که مشخصه همه میدونن که دستگاه قضایی توی 80% پرونده‌ها سلیقه‌ای عمل میکنه، دنبال سند و مدرک نیست. چیزی که مشخصه. حالا نمیدونم چرا الان شد بحث 9 میلیارد دلار هم بوده. من یه عدد گنده گفتم 9000 میلیارد 9 میلیارد دلار. حالا چون گندش بالا اومد و خیلی پیچی تو رسانه‌ها گفته داره حالا صحت نداره و این صحبت‌ها. اول میگن گم شده، بعد میگن داریم بررسی میکنیم، بعد میگن که نه گم نشده فلان جا. حالا ببینیم تا 2-3 ماه دیگه آیا پیدا میشه این 9 میلیارد دلار یا نه. ایشونو خواستن دعوت کردن گفتن که آقا شما گفت اصلا من اینجوری نگفتم، صدای من موجوده، این مطلب من موجود هستش، من به این تعبیر نگفتم، گفتم که این مقدارش مشخص اینجا ثبت شده، بقیهش چجوری شده تابلو روشن کنید. بماند خرید و فروش آنچنانی نشد ولی باز خیلی موثر بوده تو بازار خب این خبر چون من یه دفعه پرید رفت خبر بعدی، نکته بگم بهتون که
من داشتم ضبط میکردم ویدیو رو، یه تیکه اینترنتم قطع شد، مجبور شدم که از یه جای دیگه این ویدیو رو ضبط بکنم. خبر بعدی که 23 اعلام کرد راجع به وضعیت ارز و دلار بود. بعد اومدن گفتن که آره نمیدونم داره ارز دلار میاد پایین اما صرافی‌ها نمیفروشه. اصلا تکلیف 23 با خودش مشخص نیست. یه روز میگه دلار داره میره بالا. ببین خبر رو ببینید اول، گوش بدید بعد من توضیح میدم. معاملات بازار ارز در بازار سکه و طلا هم به چشم می‌خورد. هرچند امروز تعداد فروشندگان سکه بیشتر از خریداران آن بود. امروز فروشنده نسبت به روزهای گذشته بیشتر بود، چون معمولا کسایی که خریداری کردن تمایل دارن که زودتر جنسشون رو به بازار عرضه کنن تا ضرر بیشتری متحمل نشن. ببین در صورتی که اون چیزی که مشخصه سکه داره به طرز سرسام‌آوری قیمتش میره بالا، اما خبر رو جوری تنظیم میکنن و تو 23 پخش میکنن که به مردم القا بکنن که داره سکه میاد پایین، بدوید برید بفروشید. یعنی غیر مستقیم در بک‌گراند این خبر پوششی این داره به مردم گفته میشه. قیمت سکه امروز اومده پایین. دیروز تا 4,050,000 تومان هم رسید، ولی امروز اول صبح با قیمت 3,720,000 تومان با کرد. به داستان هستش که دیروز در بخش خبری 23 اصلا این قضیه اشاره نشد که سکه شده 4 میلیون تومان. امروز که 200,000 تومان 300,000 تومان اومد پایین که بازم میره بالا طبق تحلیل برنامه پشت پرده، میگن آره سکه داره میاد پایین و پایین‌تر هم خواهد اومد. یعنی میخوان غیر مستقیم مردم میگن آقا جون مادرتون سکه‌هاتون رو بریزید تو بازار، در صورتی که مشخص هستش تا هفته آینده شما ایمان داشته باشید که قیمت ها میره بالا. خب با کاهش نرخ ارز قیمت سکه امروز فروکش کرد و باعث شد کسانی که تا دیروز خریدار بودن امروز فروشنده باشن. در چه صورتی ما میتونیم شاهد تداوم نه کسی خریده نه کسی فروخته، اینها همش بازی‌های رسانه‌ای. خب روند کاهش نرخ سکه باشیم در صورتی که بخشنامه‌هایی که صادر میشه دولت نظارتش هم بر اون بیشتر کنه. با سپری شدن 5 روز از زمان رونمایی از بسته جدید ارزی، هنوز واکنش بازار به این سیاست‌ها گنگ و مبهم است. خب میگه که واکنش‌ها گنگ و مبهمه و چون مشخصه دیگه، چون میدونن که اگر یه همچین حرکتی بزنن به ضرر خودشونه و داره تنها چیزی که مشخصه در بازار تهران، در منطقه فردوسی تهران همه چیز سیاه معامله میشه. ارز و یورو و دلاری هم وجود نداره که بخوام بفروشن، نه کسی میفروشه نه کسی میخره، چون همه میدونن که قیمت ارز و یورو داره بالا میکشه. یک سال برای داروخانه‌های هلال احمر که زیر مجموعه سازمان تدارکات پزشکی هست و پخشمون فراهم بکنیم. جهت فراهم کردن این داروهای استراتژیک مجوزی رو از سازمان غذا دارو اخذ کردیم. ببینید یه بسته اومد چند روز پیش که گفتن آقا داره برای داروهای دولتی ارز تخصیص داده میشه که بخوان یه سری داروهای مهم و ضروری رو از طریق ارز وارد بکنن. مدیر عامل سازمان تدارکات پزشکی هلال احمر هم اومد این قضیه رو مطرح کرد که گفتش که ما آمادگی داریم که این ذخیره بکنیم این داروها رو. و اگه یادتون هم باشه داستانی هستش که همسر مهناز افشار آقای یاسین رامین هم کسی بودش که یه بار اومد همکاری کرد با شرکت هلال احمر و گندش بالا اومد، اون رانتا و لابی ها بعدش هم دستگیرش کردن با یک وثیقه سنگین. شرکتی به اسم شرکت رشد رو در آلمان داشت به صورت انحصاری، چون آقازاده بودن یاسین رامین به اون دادن و خواست دارو وارد کنه، دارو وارد نکرد. الان دارن دوباره تو تلویزیون یه خبر دیگه میزنن بگن آره ما داریم یه همچین حرکتی میزنیم، خدا میدونه پشت پرده میخوان چقدر بخورن. و چیزی هم که مشخصه مردم دارن از قیمت بالای داروها مینالن با این وضعیت ارزی، در صورتی که به اینها ارز دولتی داده میشه. ولی خب ما وقتی میبینیم بیماری‌های MS و سایر بیماری‌ها قیمت داروهاشون چند برابر شده تو ماهای گذشته و مطمئن باشید با این خبر باز قیمت داروها بالا خواهد رفت که بتوانیم اون چی که نیازمون هست رو با هماهنگی سازمان غذا و دارو انشالله وارد بکنیم و در انبارهای بحث واردات فقط داروخانه ذخیره بکنیم. آشفته شدن خواب محتکران با افزایش نظارت بر بازار. مردم در استان یزد که به صورت همونجوری هم که می‌دونید ما توی 8-9 قسمت قبلی بخش خبر 23 که تحلیل می‌کردیم گفتیم که صدا سیما بخشنامه اومده، هی میرن تو شهرهای مختلف احتکار کننده ها رو میگیرن، در صورتی که تو سالهای گذشته هم این بوده و ما هم همیشه یه سوال داریم میگیم آقا بیاد این وارد کننده ها رو به مردم بگید کیان، نه احتکار کننده ها. و نکته بعدی هم که این خبری هستش که خبر پوششیه، فقط میخوام به مردم بگن که آره احتکار صورت گرفته و احتکار باعث بالا رفتن قیمت ها شده. و اون کسی که قسمت قبلی تحلیل بخش خبر 23 دیدن ما گفتیم که
تو روزهای آینده و تو روزهای گذشته مدام این خبرها رو به مردم میدن که بگن آره احتکار باعث همه بدبختی هست، در صورتی که نمیان اسامی احتکار کننده هم بگن، عکسشون هم نشون بدن، برندشون هم نشون بدن. پس این چه خبریه به مردم میدید؟ خب منم بشینم جلوی دوربین بگم که خب انبار 2000 تنی احتکار گندم گرفته شد، نه اسم طرفو بگم، نه بگم طرف کجاست، نه آدرسش رو بدم. خب چه خبریه؟ این دیگه اسمش خبر نیست، این اسمش خبرهای پوششی برای کاور کردن سری دزدی هست. غیر قانونی در انبارهای مختلف ذخیره سازی شده بود. اینجا حدود 500 تن شکر بدون مجوز و بدون ثبت در نمی‌خوام بگن سلطان شکر آیت الله فلانیه، سامانه سمت انبار شده. در این انبار هم 260 تن برنج و 60 تن شکر ذخیره سازی شده. کشف 1610 تن برنج خارجی احتکار شده در بندر عباس. برنج خارجی احتکار شده، نمیان بگن وارد کننده این برنج خارجی کی بوده، میگن احتکار شده. اینها سوالاتیه که یکم آدم خندش میگیره. خب با همکاری سربازان گمنام امام زمان و بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان. با توجه به که بس اعلام موجودی میکردن و شرایط فعلی این اطلاع رو به سامانه اعلام موجودی سازمان صنعت، معدن و تجارت اعلام نکردن، تحت عنوان احتکار پرونده برای این واحد تشکیل شده. ارزش ریالی پرونده هم بالغ بر 132 میلیارد ریال میباشد. 13 میلیارد تومان فقط ارزش احتکاره. خدا میدونه چقدر از اینها وارد شده، حالا فقط 13 میلیاردش احتکار شده. انبار محتکران امروز در استان کشف شد. اولین محموله انبار سیگار بود. به گفته کارشناسان صنعت و معدن، ارزش کالای احتکار شده در این انبار حدود 600 میلیون تومان است. سیگار هم که میدونید تو ایران مافیا داره و جالب بدونید که یه پاکت سیگار از 5000 تومان در حال حاضر شده 11-12 هزار تومان توی ایران. انبار بعدی هم در حاشیه شهر و در دل باغستان بود. از این انبار 24,000 قطعه کالای اساسی از جمله مواد شوینده و خوراکی کشف و ضبط شد. مردم هم به کمک گشت مشترک آمدند و یک انبار لوازم خانگی محتکران را شناسایی و به ناجا معرفی کردند. وزارت اطلاعات هم با تشکر از تدبیر اخیر دستگاه قضا در مبارزه با مفاسد اقتصادی اعلام کرده برای تحقق امنیت اقتصادی و مبارزه کامل با مفسدان و کمک به روند رسیدگی سریع، عادلانه و متقن به مفاسد اقتصادی با همه توان پای کاره. الان 10 روز دارن این احتکار کننده ها رو میگیرن، یکیشون دادگاهی نشده، پروندهاش در تلویزیون رسانه‌ای نشده و نگفتن که نتیجه این که احتکار شده و پلم شده انتهاش چی است. دولت برای رونق اشتغال دست به دامن صنایع کوچک و متوسط شد. این هم جالبه، دولت دست به دامن صنایع کوچک شد. گوش بدید. نمایشگاه توانمندی‌های صنایع کوچک و متوسط رو امروز رئیس مجلس افتتاح کرد و صاحبان صنایع خواست اقدامات سریعتری برای بهبود فضای کسب و کار انجام بدن. آقای لاریجانی قابل پیش بینی نبودن شرایط قیمت‌ها و مواد اولیه، تامین نشدن منابع بانکی و بی‌ثباتی در سیاست‌ها رو اضلاع مثلث مشکلات صنایع و مانع اصلی کسب و کار دونست. میگن اگر تو طبیبی خود رو توا کن. شمایی که این همه مسائل مشکلات رو میدونید چرا نمیرید در مجلس آقای لاریجانی که رئیس مجلسی قانون درستی تصویب بکنی که بخواد مشکلات اینها برطرف بشه. ببینید این خبرگزاری صدا سیمای ایران نوشته که به تیتری هم که انتخاب میکنن دوستان باید یکم باید باهوش باشید روی انتخاب اینها. من میگم بعضی وقتا اگه سواد رسانه افراد رو بالا ببریم میتونن خودشون همه مسائل بفهمن. گفته که بیش از 65% صنایع کوچک و متوسط کشور فعالند. ببین تیتر مثبت، به جای اینکه بیاد بگه که ببین تیتر گنده اینه، به جای اینکه بیاد بگه که به طور میانگین 35% صنایع کوچک و متوسط کشور تعطیلند، خب میاد میگه 65% فعالن. میدونید 35% چقدر میشه؟ گوش بدید به این آمار. اون چه که الان حالا اولیه استخراج کردیم در داخل شهرک‌ها حدود نزدیک به 69%، در بیرون از شهرک‌ها حدود 60% از صنایع ما خوشبختانه دارن فعالیت میکنن. میگه خوشبختانه فعالیت میکنن، به جای اینکه بگه آره 30% فعال نیستن. و ببین ما خب کاری با فعالا نداریم، حالا با فعالا هم میگه که وضعیتشون چجوریه، میگه 10%شون فعالن. به جای اینکه بگه آقا اونایی که فعال نیستن یه فکری با حالشون بکنه، اونایی که فعالن خب خدا رو شکر، اونایی که فعال نیستن کاری به حالشون، حرکتی براشون بکنه، کاری براشون انجام بده. ببین چی میگه. فعالیت کردن به معنای این هست که با درصدهای مختلف
10%، 20%، 50%، 60%. مطمئن باشید همه 10%، 20% هم با این وضعیت اقتصادی 70% فعالیت میکنه. پس به عبارتی من اون طرفش نیمه خالی لیوان رو ببینم، یک 31% تعطیلی داریم توی شهرک‌ها و یک 40% تعطیلی داریم در خارج از میانگین. خدا شکر مجری حرکتی زد و اینو گفت. حدود 35% از صنایع ما، صنایع کوچک و متوسط ما در طول به اصطلاح سال، نه اینکه بگیم مثلا جدید این اتفاق افتاده، کلا از اولی که وجود داشتن به نوع تعطیل شدن. ببین لحن ادبیاتش در طول سال چه لحنی، خب به حال ما میدونیم. ببین لحن گفتاری رو توی ذهن مخاطب میشینه. و ببینید خب آقای لاریجانی ادامهش چی میگه. مسئله نقدینگی زیاد و وضع بانکی است که تو این گزارش هم آمده است و من فکر میکنم یک محضر داخلی است، ربطی خیلی به بحث خارجی نداره. ما همه مسئله رو مربوط به مشکل خارجی نباید بکنیم. این باعث غفلت ما میشه. اولا بعضی از مشکلات مربوط به درون اقتصاد ماست. به جای اینکه مجلس بخواد قانون درستی تصویب بکنه که تمام این مسائل حل بشه، خیلی آره با حل بشه، در مشکل درون آقا حرف زدن کاری رو حل نمیکنه. شما که رئیس مجلسی باید حرکتی برای این صنایع کوچک بکنی. ولی خب شرایط مقدارش مربوط به ماست، مقدارش مربوط به دیگران است. اونها حالا هر دلیلی امروز در کل دنیای آشفتگی امنیتی و سیاسی داره به وجود میارن، فقط اختصاص به ایران نداره. شما کشور بغل دستتون ترکیه است، اونم آسیب داره میبینه به خاطر رفتار ناصحیحی که آمریکایی‌ها دارن. ربطش به آمریکا. خب اینکه ما سیاست غلطی داریم و رانت و لابی میشه و آقازاده ها ارز دولتی میگیرن و فاضل آبزاده ها مجوز ورود میگیرن، ربط به امریکا داره. اصلا ربط به این نداره که ما باید بودجه رو درست خرج بکنیم. ما با کشور چین یه جوریه، با اروپا یه جوریه، با روسیه یه جوریه. بله چی آدم بگی. خب معلوم عنصر مزاحم تو صحنه بین المللی ظهور کرده و کشورها رو داره دچار آسیب میکنه. ولی ما همه پیشبینی هایی رو که مقدور است برای اینکه سطح این ماجراجویی رو کاهش بدیم داره انجام میدیم. وزیر صنعت هم با عذرخواهی از مشکلات موجود از تقدیم بسته حمایتی از صنایع کوچک و این وزیر صنعت هم یاد گرفته دیگه، فقط رفته تو کار عذرخواهی. آقا ببخشید، آقا معذرت میخوام، این دیگه جا افتاده براش. بعد مردم میگن او دستش درد نکنه عذرخواهی کرد. بابا حرکت بکن، تو وزیری، عذرخواهی تو به چه درد ما میخوره؟ متوسط به مجلس در هفته آینده خبر داد و گفت تاب‌آوری صنایع کوچک در برابر فشارهای بیرونی تولید کمتر از صنایع بزرگه، اما ما به فکرشون هستیم. امروز بالغ بر 40,190 واحد تولیدی در شهرهای صنعتیمون پروانه بهره‌برداری دارن. قریب به 62%. میگه که 62%. اینجا میاد میگه که فعالای صنعتی فعالن، صدا و سیما بیش از 65% رو میزنه، 3%. اصلا اعداد و ارقامو هیچ وقت در سیستم ایران نمیخونه چون نظمی وجود نداره. فعالای صنعتی موجود در شهرهای ما امروز مشغول فعالیتن. در بقیه ما بین 20 تا 75% از ظرفیت اونها داره کار میکنه. یعنی همه کاسبی‌های دولت ممکنه مشکل ارز باشه، مالیات باشه، تامین اجتماعی باشه، قانون کار باشه، گرفتاری‌های دیگه که شما باشه. دولت به دنبال چاره اندیشیه، یعنی تا الان هیچ چاره‌ای نداشتن براش. خب ولی شما همه اونها رو بزرگی کنید. ما میدانیم و برای حل مشکلات شما در حال چاره هستیم. میگه میدونیم دنبال چاره‌ایم. خب سرریز شدن ارز دولتی به جیب وارد کننده های کودهای شیمیایی داد تولید کننده ها رو در آورد. اینم جالبه، هر جایی که میخوان یه چیزی رو ماسمالی بکنن دایورت میکنن رو اون کسایی که ارز دولتی گرفتن، نمیرن ریشه یابی بکنن. مثلا فرض اگه زمین خاری بشه میگن سرازیر شدن ارز داخلی به وارد کنندگان سیمان و آجر، ولی میخوام مثلا زمین خاری فلان آقازاده و فاضل آبزاده و فلان اداره رو کاور بکنن، ربط میدن به ارز دولتی. ارز دولتی هم دیگه برای مردم جا افتاده، آب بندی شده، میرن پشتش خبرهای پوششی میرن. خب سودجویانی هستن که
کالایی رو به عنوان مثال از چین خریداری میکنن، حمل میکنن، میارن به بنادری نزدیک در کشور، اینها رو بسته‌بندی مجدد میکنن، کالا رو $1 میخرن، به قیمت چند دلار از دفاتر خودشون در کشورهای همسایه تحت عنوان نام اسپانیایی، بلژیکی، هلندی، آمریکایی به کشور حمل میکنن. میگه سودجویانی هستن. ببینید سودجویان منظورش کیه؟ این خبری هستش که اقتصاد آنلاین زده، من خبر رسانه ها رو میخونم، رسانه خودشون نوشته که صادرات کود شیمیایی در انحصار پتروشیمیه. چرا صدا سیما نمیده این قضیه رو باز کنه؟ آقا ربطی به ارز دولتی نداره. بخونم از سهمیه 1,500,000 تنی سال گذشته 1,295,000 تن کود بین کشاورزان توزیع شده. این که کشاورزان به دلیل به عدم تحویل نهادها در حد و اندازه مورد تقاضاشون اعتراض میکنن، به دلیل اون که بیش از نیاز خود درخواست دریافت نهاده داره، اما شرکت خدمات حمایتی کشاورزان طبق میزان تعریف شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی کود بین کشاورزان توزیع کرده است. این آدم که مثلا همه چیز درسته این، اما داستان این هستش که کود شیمیایی الان در اختیار پتروشیمیه. مدیر عامل شرکت پشتیبانی امور دام این قضیه رو گفته. برید خبر رو کامل بخونید، کاملا خودتون متوجه قضیه خواهید شد و هیچ وقت نمیان این قضیه رو بگن. حالا گفته که از قول مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی ایران، هم که خبرگزاری دیگه، خبرگزاری ایرنا که خبرگزاری رسمی ایران هست، نوشته که پتروشیمی ها فروش کود شیمیایی رو متوقف کردن. پس عملاً ربطی به این نداره که نمیدونم در انحصار ارز دولتی و اینها. بعد برن جلو پتروشیمی رو بگیرن. پتروشیمی هم خب زیر نظر وزارت نفت، وزارت نفت هم همه میدونن از کجا داره خط میگیره و بدونید خود شما که داستان از کجا هستش. مرسی. تقریبا 40 دقیقه شد برنامه من. حالا یکم تایم برنامه رو به دلیل اینکه دوستان تقاضا کرده بودن بردم بالا. مرسی از شما. اگر دوست داشتید برای دوستان خودتون هم به اشتراک بذارید. ممنونم.